25 سنت از سنت های فراموش شده دعا کردن است وقت شنیدن صدای آذان خروس است. در حدیث شریف میں حدیث صحیح البخاری هست 3303 رسول الله صلی الله علیه و میگه اذا سمعتم سیاح الدیکه، وقتی که شما صدای خروس شنیدین، فاسألوا الله من فضله، الله را از فضیلتش سوال بکنین، فانها رأت ملکا، میگی ملائکه را دیده. پس وقتی که ملائکه را میبینه و صدا میکنه آذان میته، انسان در اون لحظه دعا بکنه به خاطر ازی که چی میشه؟ از الله سوال بکنه، چون ملائکه در اونجا حضور داره و همون دعای انسان بالا میبره. و اذا سمعتم نهیق الحمار، وقتی که صدای خر شنیدین مرکبه، فتعوذ بالله من الشیطان، شما از الله از شیطان به الله پناه بجوین، فانه رأى شیطانا، چرا این شیطانی را میبینه. خب این قدرت الله هست که حیوانات حتی عذاب قبر هم احساس میکنن و بعضی اوقات شیطان و ملائکه را میبینن و ما و شما دیده نمیتونیم. ما و شما ایمان داریم و حدیث صحیح بخاری هست. انسان مسلمان کوشش کنه که همین سنت ها را زنده بکنه.